این غذا بد غذا ترین آدمای دنیا رو هم شیفته خودش میکنه. یه بار مرغ ناردونی رو به روش من بپز، یعنی دیگه به هیچ مرغ دیگه ای لب نمیزنی. پس حتما لایک و ذخیرش کن که تا فصل اناره درستش کنی. اول از همه مرغا رو با زعفرون حسابی رنگدار و طعمدارش میکنی. برای درست کردن سسش پیازای رنده شده رو داخل روغن تفت میدیم تا سبک شه. بعدم بهش ادویه ها و رب گوجه رو اضافه میکنیم و رنگ ادویه و ربا که آزاد شد، رب انار خوشمزه و ملس. حالا گردوهای رنده شده رو بهش اضافه میکنیم که دیگه تیر خلاص رو زده باشیم. همه مواد که تفت خورد، دونه های انار رو اضافه میکنیم و یکم هم آب میریزیم و بعد به جوش اومدن یه همچین سس خوش رنگ و خوشمزه‌ای داریم. انصافا این سس رو میشه خالی خالی بخوری. سس رو که روی مرغا ریختیم درش رو میذاریم که آروم آروم بپزه، اینجوری غلیظ بشه و جا بیفته. حتما واسه دوستات و آشنا و این ور و اون ور و هر کی که میشناسی بفرست.